خود ما باغ جور کردیم و اینا سال هفتم است یا هشتم است که این باغ است جور کردیم. ما در حدود 400 درخت شفتالو داریم که همین شفتالوی جوزایی است بیشترشون. کمترش کمی شلیل است، دیگه شفتالوی آرگندی است. هر شفتالو طعم خودش رو داره. متفاوت است. بعد از شفتالوهایی که اول سال میرسه مثل جوزایی، چون قدر هفته نمیرسه چیز نمیشه، قدر شیرین نیست نسبت به شفتالوهایی که پسان میرسن. اونایی که دیرتر میرسه ماهای سرطان، اسد، شفتالوهای تیرمایی زرد، اونا خیلی خوشمزه تر هستن، شیرین تر است. در هر جریب در حدود 80 درخت شانده میشه. دیگه میوهش اگر سر وقت چیز شوه جمع شوه او قدر تلفات نداره، ولی اگر بان چون شفتالو زود چیز میشه فاسد میشه، نرم میشه، زیادتر ضایعات میده. فعلا که در ولسوالی چمتال بیشترین میوه از شفتالو است. دیگه تو میوه دیگر ندارن. شفتالو دارن انواع مختلف است، از جوزایی شروع تا هر ماه دیگه پشت سر هم میرسن تا ماه سرطان و اسد و سنبله هم شفتالو هست در چمتال. دواپاشی که امسال نکردیم چون آفت ندارن، آفت نزدن. هم هوا سرد بوده، خوبتر بوده، بارندگی ها که بوده، یک کمی شمال شدن، ریختانده، یک کم آسیب زده، ولی بهتر است. تو آفت نرسیده، آفتی که از طرف حشره رسیده باشه، کرم زده باشه، نه، سالم است میوه، نیاز به دواپاشی نیست. سوال که مدیریت زراعت قدیمای همکاری که نکرده، مقصد میوه بازارش بیخید 6 تا کس میوه نخورد. برای فعلا همین وقتی ولسوالی چمتال وادی چیز شفتالو است. این وقت شفتالو است. شفتالو قیمتش خیلی پایین است. مقصد مردم مجبور است که جمع کنه دیگه. اگر بخره نخره میوه تر میوه است باید جمع شود در بازار بره. بله حاصلات شفتالو بسیار خوب است. نظر برای هر میوه دیگه شفتالو که از قیمتش هم پایین است، مثلا عدد چیزش زیاد است، بارش زیاد است. ولی فعلا خوب است، مثلا قیمتش پایین آمده. باید که زراعت همکاری بکنه با صاحب کود دولتش. دویم دیگه به خاطر زمین حشرات است. حشرات است هر قسم چیزی که یاد است اینا شکرک میزنه بسیار میواره. همین دوای شکرک حساب دولت اگه بیته قدامو پامای کلانی که قد ماشینات فون چی داده میشه که همین حشرات دید کمتر شود، میوه خیلی خوبتر میشه، جذابتر میشه. اگر دوا ندادی، کودی خوب ندادی، آبی خوب ندادی، اون میشه میوه بسیار. سال که دواپاشی نکردیم به خاطر که دوا امسال هوا سرد بوده، بارندگی هم خوب بوده، مقصد او قدر دواپاش کس پاش ندادن این سال. هر سال که بودن هوا گرم بودن، حشرات دمی شکرک زیاد بودن، مردم با سبب شکرک دوا پاش میکردن. این سال وقت پاش نکردن. اگان باغ اگان دفعه پاش داده باشه که پاش نداده، اگان کم درخت زردالو شده اگان این 15-20 روز بعد میرسه، بعدم نوک به داخل سال میرسه. بسیار زیاد خوش هستیم در ولایت بلخ، البته در ولسوالی چمتال بارندگی بسیار خوب بوده که باعث سیل و باعث بدبختی مردم نشده. خدای شکر میکنیم که همین بارندگی خوب بوده در سمت چمتال. البته از در کل ولایت بلخ بعد چمتال خیلی خوب بوده. بسیار خوب حاصلی از این شفتالو فعلا زیاد است. از کل میوات کردم. رضایت ما دیگه از این شفتالو بسیار خوب حاصل میگیریم. یعنی حاصلات میوه بسیار خوب است فعلا که مردکار بیکار نمیمونه. دیگه مصروف است مردکارا، یعنی میشه 20 نفر 30 نفر میشه کارگر است. بسیار خوب است که حاصلات میوه بسیار خوب است امسال. روز روزگارشان پیش میره. ما خوش هستیم از باغ.